در شهر گلستان به استقبال جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی وسعتی تازه کسب نموده است. با دستگیری مقامات محلی و سهم ساکنان شهر در محلها کارهای منفشکنی راههای داخلی، تعمیر و نوسازی بناهای معماری اجتماعی، آبادانی کوچه‌ها و کبودیزارکنی ادامه دارد. در دایره این تدبیرها اطراف یک قطار مؤسسه‌های اجتماعی نیز به ترتیب درآورده می‌شود. از جمله در بیمارخانه مرکزی شهر گلستان کارهای منفشکنی حدود مؤسسه انجام یافته، راهها و گرد و اطراف بنا پورا نوسازی گردیدند. این اقدام برای بهتر نمودن شرایط خدمترسانی طبی، آسان نمودن حرکت نقلیات یاری تجلی و تامین راحت بیماران مساعدت خواهد کرد. در شهر گلستان در این 35 سال استقلالیت بعضی مودی تکنیکی بیمارخانه با تجهیزات‌های زمانوی مجهز گردانده برای کارمندان ساحه تندرستی شرایط مساعد فراهم آورده شده ایستاده است. ساحه تندرستی با کادرهای جوان با متخصصان صاحب ملکه تامین می‌گردد. سال جاری راه‌های نزد بیمارخانه به مقدار 1500 متر مربع به پورگی منفرش کرده شد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان تجهیزات زمانوی رنگین رقمی برای باز هم در سطح بلند خدمترسانی نمودن صاحب تجهیزات گردیدیم. این دستگاه‌های زمانوی برای خدمترسانی در سطح بلند به ساکنان شهر گلستان امکانیت‌های وسیع فراهم می‌آورد. مسئولین تاکید می‌دارند که عین زمان در حدود شهر گلستان تعمیر راه‌ها، سفیدکنی درخت‌ها، نصب چراغ‌های روشنی دهنده، تازه و آزاده نگه داشتن کوچه و خیابان‌ها و دیگر کارهای سازندگی با مرام ادامه دارد. باشندگان شهر گلستان نیز با روحی بلند و تندرستی در حشرهای دست جمعی فعالانه اشتراک نموده برای باز هم آباد و زیبا گرداندن محل زیست خود سهم می‌گذارند. شهر گلستان این شهر سیاحی است، شهر صنعتی است، شهر زیبا است. در فصل گرما در شهر از تمام گوشه و کنار جمهوری و بیرون از آن برای سیر و سیاحت و دمگیری از جمله کودکان و نورسان به نهایت تشریف مهمانان بسیار است. در شهر در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و وابسته به نقشه چهاربینی 35 سالگی استقلالیت دولتی تمام نقشه چهاربینی‌ها در سطح ضروری تهیه کرده شده است. وابسته به تشکیل نمودن جایهای استراحتی طبابتی، بناهای بلند آشیانه و مؤسسه طبی و تندرستی همه نقشه چهاربینی در سطح ضروری تشکیل و گذرانده شده ایستاده است. چون که در پیش ما رو یک جشن تاریخی، جشن فراموش نشونده استقلال ملت، یعنی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار دارد. کارهای آبادانی و سازندگی که امروز در شهر گلستان جریان دارد، بازگویی احترام ساکنان به ارزش‌های ملی و استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بوده، برای باز هم زیبا و زمانوی گرداندن شهر زمینه مساعد فراهم می‌آورد. مستانه محیدالله زاده، غالب عبدالغفارов، حبیبه ابراهیم زاده، اخبار.